ای اهل توحید، ای مسلمان ها، ای امت اسلام، به هم دیگر در دعوت کردن بیایید همکاری بکنیم، دوستی بکنیم، اهل توحید حق را ظاهر بکنیم. دعوت ما این شخص پرستی نیست، طاغوت پرستی نیست. دعوت ما این به سوی الله پرستی است، به سوی عبادت رب العالمین است. الله یکتا و تنها و بی‌نیاز است. دعوت ما به سوی توحید و ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، توحید حکم و متابعت است. دعوت ما به سوی سعادت و خوشبختی این دنیا و آخرت است. دعوت ما به سوی عزت و سربلندی است. دعوت ما به سوی پاکی و پاکدامنی، آداب و اخلاق. دعوت ما به سوی آشکار شدن حق و دور شدن از باطل و آشکار شدن باطل و ترک کردن آن است. دعوت ما به سوی کفر به طاغوت و براءت از کفار و مشرکین است که بدون این اسلام زنده نمیشه. دعوت ما عزت اسلام و مسلمین است. دعوت ما به سوی تطبیق قرآن و سنت است. به آدابمون، به اخلاقمون، به نیکوییمون، به دعوت کردنمون، به نوشتنمون، به نصیحت کردن همدیگرمون بیاید به همدیگر همکاری بکنیم و همدیگر رو در عبادت الله، در نیکویی، در تقوا کمک بکنیم. خیلی که الله گفت تعاونوا علی البر و التقوا، کمک بکنید همدیگری رو در کارهای خوبی و تقوا و پرهیزگاری. سوره مائده آیه دوم است. چرا من گفتم اول باید توحید باشد، توحید ذکر کنی و بعد از این شرک رو هم حتما مردم رو از شرک باز داری. برای که اولین امر الله، بزرگترین امر الله این توحید است. خیلی گفتیم و ما امروا الا لیعبدوا اله وحده و بعد از این میگه مخلصین له الدین فاعبدوا الله مخلصین له الدین. ما شما رو امر نکردیم مگرم اینکه یگانه الله عبادت کنید. در یک آیه، در جای دیگر الله میگه ما امر نکردیم مگرم اینکه مخلصانه خالصانه یگانه ما رو عبادت کنید. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم انسان و جن ها رو مگرم به خاطر یگانه ما رو عبادت کردن. یعنی اولین چیز توحید است. بزرگترین امر الله توحید است. و اما بزرگترین گناه و بزرگترین شرک و بگیم بزرگترین و بدترین گناهی که الله من و شما رو از او بازداشت شرک است. الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من نصیر. همون هر کسی که به الله شرک قرار میدهد به تحقیق الله برای او جنت رو حرام کرده است، بازگشت او جهنم است و برای ظالمان کمک نیست، نصرت دهنده نیست. کافر و مشرک برایش جنت حرام است. حتی الله سبحانه و تعالی به پیامبر گفت ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین. به تو همانو که ای محمد به تو وحی کردیم و به اون پیامبرانی که پیش از تو بودند به اونها هم وحی کردیم که اگر به الله شرک ورزی، اگر شرک رو انجام بدهی همه عملات باطل می شود و تو از جمله زیان کشیدگان می شوی. ببینید چگونه الله تنبیه سخت به پیامبر داد. الله پیامبر رو امر کرد که منهج دعوتی تو باید این چنین باشد و بعد از این تنبیه داد که ما به تو هم گفتیم و دیگر پیامبران هم گفتیم ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت، اگر شرک انجام دهی لیحبطن عملک، همه عملها به تو فایده ندارد. یگان دعوت تو، یگان عملهای تو فایده ندارد. ببینید الله پیامبر رو گفت ای دعوتگر اگر تو شرک رو انجام بدهی، جانبداری از شرک بکنی، به مشرکا دوستی بکنی، این خدمت های تو، این دعوت های تو، این رنج تو فایده ندارد. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک رو انجام بدی همه عملات حبطه است، فایده ندارد. ولی تکونن من الخاسرین، تو از جمله خاسران است. الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح بیان کرد که مشرک ها رو نمیبخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پس بزرگترین گناه که شرک شد، از شرک باید دور بشه و دعوت هم اولا برحذر کردن مردم از شرک است.
اما برادرم و خواهر موحدم، بیایید همه یک جایه به این دعوت نصرت خود را رسانیم.